سایه جنگ دوباره روی ایران داره زیاد میشه. نتانیاهو نصف شبی رفته پیش ترامپ و اعلام کرده که من از اون 400 کیلو اورانیوم غنی شده با خبرم. این خبر رو در کنار خبری بذاریم که ترامپ یه هفته برای سران نظامی خودش برای فردا یه نشست فوق‌العاده ترتیب داده. بچه همین خبرها تنش‌های سیاسی رو افزایش داده و باعث شده که اونس جهانی عدد روانی 3800 رو به بالا به راحتی بشکونه. خواهش من در این مواقع اضطراری اینه که اگر پول نقد داری لطفاً اونها رو در چندین بانک سپرده گذاری کن و حتی ممکن فقط برای مخارج روزانت از پول نقد استفاده کن. در غیر این صورت فقط میتونی خودت و خانوادت رو با خرید طلا از این تنش‌ها و درگیری‌ها و تورم افسار گسیخته ایران نجات بدی. اگر پیج منو نداری فالو کن، استوریای پیج رو حتما از دست نده که خیلی مهمه.